سلام دوستان عزیز، این جانب دکتر محمد عارف ندا، متخصص جراحی عمومی هستم که یک مریض در شفاخانه رفیدا از سبب دردهای ولادت مراجعه کرده بود که یک طفلک توسط عملیه سزارین به تاریخ 5/12/95 ساعت 11 بجه شب به دنیا آمد که این طفلک متاسفانه دارای یک راس، دو وجه، دارای یک راس می باشه، دو وجه می باشه، دارای 4 چشم، دو گلو، دو دهن و دو گوشت راست و چپ، دارای دو دست و همچنین با دو قلب اصغا میشه و دارای دو پا و طفلک میل یا بچه است. وضع روی طفلک خوب است، همچنین وضع مادرش هم فعلا قناعت بخش است و فعلا ما چون چیز بسیار مهم بود به خاطر مطالعه و دیدن دوستان عزیز به فیسبوک گذاشتیم تا مطالعه بکنند. تشکر از توجهتان.